یک جوان زیبای نزد من رفت، ماشین مرسدس زیبا کتی سوار، چند محفل به اینو گفتم، با ماشین زیبا سوار رفت. جوان خیلی عصبی ناراحت. بعد عصر بود، پیش من 6 آدم از مسجد برآمدن، بابایشان گفت یک چی پرسیدنی آمدم از شما، لیکن عصبی بود، ناراحت بود. گفتم چی بچم؟ باید من خاموش ایستاد. گفتم آمدی گپ زنه که وقتی منو بسیار نگیر. بگی بایشان من تاجر شده کار میکنم، بازار تو دکان دارم. بگاهی از کار آمدم، مادرم مهمان خانه، در خانه مهمان بود. خوب شب یک جای غذا خوردیم. 3 پسرچه دارم گفت. شب بعد ثانی خواب کردیم، مادرم در دیگه خانه ما کتی همسرم خانه ده خواب رفتیم. نیست به شب از خواب بیدار شدم، همسرم نیست. والله من دروغ نمیگم، با نگوی که خیال بافی دارد. این قسمی واللهی است، حانیسی از این قسم. بیدار شدم هم در پهلوم نیست، خیال کردم که حاجت خانه در طهارت خانه است. اما هیچ صدا که از حاجت خانه نبرآمد. تشویش شدم، میگه خستم حمام خبر گرفتم نیست، حاجت خانه رو دیدم نیست. از بالکن خانه میگه پایان نگاه کردم، در درآمدگاهی همون پردیس میگن چی میگن، با یک جوان هر دو در آغوش هستن. میگه خوب دیگه نگاه داشتن تا تو فرا آمدم، دوان با کیو جوان گرفت. خوب میگه زن مزدم خیلی ثانی از حالت عصبیت میگه خودم هم خوشم رفت است. ثانی من خانه براردیم، سحر به یاد آمدم. بعد به هوش آمدن زنم 100 طلاق کردم. من از زنم پروا ندارم، برای من باید قدر ندارم، اما من برای بچه هم سوال آمدم که بچه هم چی میشه باید من اونا رو چیکار کنم؟ شما به من چی مسئله میدید؟ ببینید خانم از آغوش شوهرش خسته پیشی آشناش برآمدن. عزیزان من این از چی بشود؟ از بی‌دیانتی بشود. شاید همون دادری ما خودش زنش تربیت کردن تا نیست. زنش فسان کرده کوچه برآمد، یک بار نگو که زنه که کجا بری. زنش سریدو چه کرتی آستین کرده در بیرون پردیس با همسایه گپ زد، نگو چی چون با اونا گپ میزنی. آخرش من چی نتیجهش این؟ و جوان مرد باید زنش کجا میرود خودش برد. زن مال شوهر است. خوب یگان جا که رفتنی باشه باید با یگان فرزندش، با مادرش، با پدرش از رود. وقتی که سرگویی که میگرده از سحر میبرد سمکه جد تکی کشش چی از وای دیگر بوی امید میکنیم؟ من اخلاق تا کجا پایان رفته است. بنابر بچه های خوش رو کدام به زن داره این حکم شرعی است، من شما رو نمیترسانم. روید گوید که ناخوناتان کرسکی میکردگی زنها شما از جنابت پاک نمیشدید، شما مسلمان بدناتان همیشه حرام میگردد. این کارو نکنید، خصوصا برای خانم هایی که شوهر دارند و یا قریب هر هفته و هر روز احتیاجی به جنابت میشه، به غسل میشوند و یا حرام است این ناخوناشان کرسکی کردن. پیغمبر خدا میگن تحت کل شعرت جنابتون، هر یک موی بدن جنوب میشود بعد از علاقه جنسی کردن. باید هر مو رو شستن در کار است. این ناخن هم شستنش فرض است. حتی ناخنی پارم میکنن. شاید خواهرای ما اینو نمیدانن، نفهمیدن، لیکن بعد از فهمیدن باید اونها دیگر خوشان نگاه دارن، نکنن این کارا. فقط پیشگاه خدا خجالت بشن.